این کشور یکی از بهترین کشورهای دنیاست. میدونین چرا؟ چون مردم این کشور ماهی 55 میلیون یارانه میگیرن. اگه بخوای تمام این کشور رو بگردی 4 ساعت بیشتر طول نمیکشه. 20 ساله که قیمت نون هیچ تغییری نکرده. در این کشور یه خدمتکار 5 میلیون حقوق میگیره و اصلا خط فقر وجود نداره. دولت اجاره خونه رو پرداخت میکنه و تا آخر عمر آب و برق و گاز هم مجانیه و حتی برنج و آرد و شیر هم مجانیه و پول تو جیبی ماهانه هم علاوه بر بورسیه تحصیلی به دانشجوهاش میده. پول ازدواجشون رو هم دولت میده و حتی هدیه عروسی رو هم میده. با پاسپورت این کشور به 99 تا کشور میتونی سفر کنی بدون اینکه حتی ویزا داشته باشی. داریم از کشور کویت صحبت میکنیم که مساحتش به اندازه تهرانه که فقط 4 میلیون جمعیت داره. هر دینارش برابر با 3 دلار آمریکا و 246,000 تومان ایرانه که یکی از با ارزش ترین پولهای دنیا رو داره. نظرتون در مورد این کشور فوق العاده چیه؟